بعد از مرگ قدیر، عمر حسابی ناراحت شده و تصمیم میگیرد بفهمد تصادف کار چه کسی بوده است. به همین خاطر برگه های عکس قدیر را روی در و دیوار شهر زده و در آن از کسانی که شاهد تصادف قدیر در آن شب بودند تقاضا کرده به او زنگ بزنند. بعد از چند روز و در حالی که عمر در مدرسه است، شخصی که آن شب با ماشین از آنجا رد شده و به صورت اتفاقی از صحنه تصادف فیلم گرفته، با عمر تماس گرفته و با او قرار میگذارد. کاهان و سوسن متوجه شده و موضوع را به گوش عاکف میرسانند. عاکف بلافاصله جلسه الکی سر کلاس عمر تشکیل داده و به زور عمر را برای جلسه نگه می‌دارد و از آن طرف کاهان را به آنجا می‌فرستد. کاهان به سراغ آن مرد رفته و می‌فهمد که همه چیز راست است و از آن شب فیلم گرفته است. بعد از آن عاکف از موضوع مطلع شده و به سراغ آن مرد رفته و با دادن پول زیادی به او را راضی می‌کند موضوع را مسکوت نگه دارد و آن را برای همیشه مخفی کند و همچنین فیلم‌ها و گوشی‌ها را هم از او گرفته و آن را نابود می‌کند. عاکف همچنین از مرد می‌خواهد که به عمر بگوید اشتباه کرده و منظورش تصادف و شخص دیگری است. آن مرد هم بعد از گرفتن پول‌ها دستورات عاکف را مو به مو اجرا کرده و با عمر قرار می‌گذارد و رو به او اعلام می‌کند که اشتباهی پیش آمده و او منظورش تصادف و شخص دیگری بوده است. عمر دست از پا دراستر به خانه بازگشته و موضوع تصادف قدیر همچنان مسکوت باقی می‌ماند و به این ترتیب عاکف باز هم از گرفتار شدن فرار می‌کند و نفسی به راحتی می‌کشد.